اگه غذا کمتر بخوری و تحرک بیشتری داشته باشی وزن بدنت کم میشه. اگر غذا کمتر بخوری، تحرک بیشتری داشته باشی و مقدار قابل توجهی پروتئین دریافت کنی، چربی بدنت کم میشه. اگر غذا کمتر بخوری، تحرک بیشتری داشته باشی، مقدار قابل توجهی پروتئین هم دریافت کنی و در کنار اون تمرین مقاومتی با وزنم داشته باشی، هم چربی از دست میدی، هم عضله میسازی. این میشه رمز و راز تناسب. اگه غذا کمتر بخوری و تحرک بیشتری داشته باشی وزن بدنت کم میشه. اگر غذا کمتر بخوری، تحرک بیشتری داشته باشی و مقدار قابل توجهی پروتئین دریافت کنی، چربی بدنت کم میشه. اگر غذا کمتر بخوری، تحرک بیشتری داشته باشی، مقدار قابل توجهی پروتئین هم دریافت کنی و در کنار اون تمرین مقاومتی با وزنم داشته باشی، هم چربی از دست میدی، هم عضله میسازی. این میشه رمز و راز تناسب.